یه خیابون داخل مراغه بود به اسم خیابون ارمنستان و الان شده خیابون امام خمینی. یه کلیسای داخلشه که مربوط به دوران صفویه است. حتی قبرایی که اینجا میبینید روش ارمنی نوشته شده و حتی قبل از صفویه در زمان ایلخانیان که هولاکو خان مراغه رو پایتخت خودش قرار میده به خاطر اینکه مادرش مسیحی است، فوق‌العاده به ارامنه اهمیت میده و اینجا